در ختلان دوام 6 ماه سال جاری 49 کارخانه خرد و بزرگ صناعتی از فعالیت باز ماندند. تا حال تاجیکستان مسئله پیوستن به اتحاد اقتصادی اوراسیا را می آموزد. صحنه‌سازی‌های رژیم با جسدهای کشته شدگان در روشان بدخشان آشکار شد. در ولایت ختلان دوام 6 ماه سال جاری 269 نفر طبیب از کار رفته‌اند. در شهر و ناحیه‌های ولایت ختلان دوام 6 ماه سال جاری با سبب‌های گوناگون 49 کارخانه خرد و بزرگ صناعتی از فعالیت باز مانده، در نتیجه بیش از 947 نفر جای کار خود را از دست دادند. سبب‌های از فعالیت بازماندن 49 کارخانه صناعتی را مقامات به فروش نرفتن محصولات خود کارخانه، مفلس شوی، نبودن مبلغ و دیگر عامل‌ها ربط می‌دهند. بنا به معلوماتی در نشست خبری ارائه کرده قربان حکیمزاده، سردار سرریاست اگنتی آمار در ولایت ختلان، در شهر کولاب 3 کارخانه از جمله جمعیت دارای مسئولیتش محدودی امان شه 1 با سبب به فروش نرفتن محصولات و نداشتن مبلغ گردان، کارخانه واحدی دولتی زری کولاب با سبب مفلس شوی و به این مانند قریب در همه شهر و ناحیه ها کارخانه های صناعتی هستند که از فعالیت باز مانده اند. گفته شد که در 6 ماه سال جاری در ولایت ختلان 43 کارگاه و کارخانه خردی بزرگ صناعتی بنیاد کرده شده. عین حال در شهر و ناحیه های ولایت ختلان 674 کارخانه صناعتی فعالیت دارند. یک گروه کاری بین اداروی تا حال مسئله پیوستن تاجیکستان به اتحاد اقتصادی اوراسیا را می آموزد. از روی نتیجه این کارها خلاصه ها پیشنهاد می شوند که در اساس آن حکومت تصمیم نهایی قبول می کند. در این باره ذوقی زاده وزیر رشد اقتصاد و سودای کشور روز 14 ایول در نشست خبری در دوشنبه معلومات داده گفت حتی بدون این هم ما با کشورهای عضو اتحاد اقتصادی اوراسیا در شکل‌های گوناگون خیلی زیچ همکاری داریم. ذوقی زاده به افزایش منتظم گردش تجارتی دوجانبه میان تاجیکستان و کشورهای عضو اتحاد اقتصادی اوراسیا تاکید کرد. طبق آمار رسمی حصه گردش مال با کشورهای عضو اتحاد اقتصادی اوراسیا در حجم عمومی تجارت خارجی تاجیکستان در 5 ماه سال جاری 43.2% را تشکیل داده است. تاجیکستان با این کشورها حدود 1 میلیارد و 200 میلیون دلار تجارت کرده است. اما سال 8 است که مقامات تاجیکستان پس از تأسیس این اتحادیه به مقصد موافق بودن پیوستن به اتحاد اقتصادی اوراسیا را بررسی می کند. در همین حال کارشناسان بر این نظرند که تاجیکستان با درخواست طرفین بیرون از اتحاد اقتصادی اوراسیا باقی میماند. حال حاضر کشورهای بلاروس، قزاقستان و روسیه به حیث کشورهای مؤسس می باشند که سنه 29 می سال 2014 شرطنامه درباره اتحاد اقتصادی اوراسیا را امضا کرده اند. ارمنستان و قرقیزستان سال 2015 به این اتحاد پیوسته اند. در کانال تلگرامی رستم جانی روزنامه‌نگار شناخته تاجیک ویدیویی نشر شد که در آن لحظه از جانب نیروهای ویژه در یک جا در پهلوی هم قطار چیدن جسدهای خونالودی چند تن از شرکت کنندگان اعتراضهای ناحیه روشان ثبت شده است. در این ویدیو نظامیان چند جسد خونالود را از دست و پایهایشان برداشته در یک جا پهلوی هم میچینند. در ویدیو بر علا شنیده می شود که کسی از نظامیان میگوید تپانچه را در دست کشته شده ها باید گذاشت. رستم جانی در صفحه تلگرامی خود با نشر این نوار نوشته است که این نوار از جانب مقامات ویژه صحنه‌سازی شدن مکانی قتل رهبران اعتراضهای روشن را نمایش می‌دهد. گفته می شود این جسدهایی که قطار می‌چینند جسدهای غلام حیدروف یادگار، پاچایف علیشیر، مولادادوف حبیب، شیخ بوروف جنگیبیک و پهلویف داخونده می‌باشند. گفتنی است روز 16 می در شهرک ومر مرکز ناحیه روشان اعتراضهای عمومی سر شدند. مردم راه دوشنبه خاروخ قلمه را بستند تا که مانعی به خاروخ انتقال دادن نیروهای انتظامی شوند. صبح 18 می مقامات از آغاز عملیات ضد تروریستی در روشان خبر دادند و گفتند که در ومر بر اثر حمله مسلحانه به کاروان نیروهای الفا یک سرباز این واحد ویژه کشته و 13 تن دیگر زخمی شدند.
مقامات اعتراض ها را با استفاده از سلاح نیرو سرکوب کردند و با بهانه بی‌ضررگردانی تقریباً 50 نفر کشته شدند. در ولایت ختلان دوام 6 ماه سال جاری 269 نفر کارمند ساحه تندرستی ولایت با سبب‌های گوناگون از جمله به مهاجرت مهنتی رفتن، به کار دیگر گذاشتن، به نفقه برآمدن و دیگر سبب‌ها کار را ترک کردند. در این باره ضمن نشست خبری ریاست تندرستی ولایت ختلان اطلاع دادند. از این 269 طبیبان ترک کار گفته 63 نفرشان به مهاجرت مهنتی رفتند و 84 نفر دیگر با سبب‌های نامعلوم کار را ترک کردند. حالا مؤسسه های تندرستی ولایت ختلان به 1157 پزشک نیاز دارند.